شامتان بخیر. پخش اطلاعاتی برنامه خبرهای روز است مستقیما از استودیو مرکزی رادیو موجر. امروز سه شنبه 5 ژانویه سال 2021 است. خبرهای این ساعت را از تاجیکستان شروع میکنیم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبرها درباره بالوروی نرخ شناسنامه را رد کرد. طور سپوتنیک تاجیکستان با استناد به مرکز مطبوعات نهاد اطلاع می‌دهد تغییر نرخ خود شناسنامه به افزایش باج دولتی ارتباط ندارد. ارزش گرفتن شناسنامه همچنان باقی خواهد ماند. $75 مقرر کرده شده است. تنها باج دولتی که 87 سومانی بود حالا به 90 سومانی افزایش یافته است. آورده شده است در خبر از قبل مسئولان خدمات مطبوعات وزارت کارهای خارجه جمهوری. قبلا خبر داده شده بود که از اول سال 2021 ارزش دادن شناسنامه ها از حساب افزایش باج های دولتی در تاجیکستان از جمله خراجات دریافت و تمدید شناسنامه افزایش یافته است. طور معلوم گشت ارزش گرفتن شناسنامه ها همچنان در سطح $75 ایالات متحده آمریکا نگاه داشته می شوند، اما در این برابر باج دولتی برای گرفتن شناسنامه که قبلا 87 سومانی بود حالا به 90 سومانی برابر گردیده است. یادآور می‌شویم که از 1 ژانویه سال 2021 اندازه نشان دهنده های حسابکنی برای باج‌ها و دیگر پرداخت‌های حتمی، جریمه‌ها و پرداخت‌های اجتماعی در تاجیکستان بالا رفته به سطح 60 سومانی مقرر کرده شد. این در حالی است که این رقم در سال 2020 58 سومانی را تشکیل می‌داد. در مجموع حجم پرداخت‌ها در تمام ساحه‌ها برای برآوردن و تصدیق حجت‌ها وابسته به تغییر یابی نشان دهنده‌ها باید نسبت به سال 2020 3.4% افزایش یابد. در دوشنبه می‌مانیم. ادامه خبرهای روز است مستقیما روی موج رادیو موجر. اولین پرواز چارتری بین پایتخت‌های ازبکستان و تاجیکستان امروز سه شنبه 5 ژانویه انجام داده شد. معلومات مفصل در سامانه درباره جدول پروازهای چارتری در وبسایت شرکت هوانوردی ازبکستان ایرویز جایگزین کرده شده است. خبر داده می شود که پرواز در مسیر تاشکند دوشنبه ساعت 9:30 امروز صورت گرفته. ساعت 10:30 به وقت محلی به انجام رسید. هواپیمای شرکت هوانوردی ازبکستان ساعت 12:00 بازگشت و ساعت 13 بازپس به تاشکند پرواز نمود. معلومات درباره پروازهای منتظم بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز نشر نشده است، ولی قبلا مسئولین آژانس هوانوردی تاجیکستان در صحبت با رسانه‌ها گفته بودند که مسئله تشکیل و سرگیری پروازهای منتظم با روسیه، ازبکستان و چین را با مقامات مربوطه این کشورها بررسی دارند. یادآور می‌شویم که ماه مارس سال 2020 بنابر پنهان شدن سرایت کرونا ویروس حرکت هوایی بین تاجیکستان و ازبکستان موقتا قطع کرده شد. در آخر سال 2020 برقرارسازی ارتباط هوایی بین کشورها بررسی شد و وزارت نقلیات ازبکستان آمادگی خود را برای پروازها هنوز ماه اکتبر اعلام کرده بود. ادامه نشر خبری است. کمیته کار با جوانان ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از نام شهرداری دوشنبه رستم امامی‌علی برای نوجوانان و جوانان در پایتخت کورس‌های رایگان زبان روسی تشکیل نموده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات کمیته، هدف کورس جلب جوانان به تحصیلات، اینچنین کمک در دریافت جای کار میباشد. مشکلات ویژه مسئله پیوستن جوانان به حزب و حرکت‌های گوناگون افراطی میباشد. سبب اساسی پیدایش و پنهان‌شوی چنین پدیده‌های منفی ندانستن آنها، نداشتن معرفت حقوقی و خودآگاهی، تعلیم و تربیت ناکافی نسل نو رسمی باشد آمده است. در اطلاعی از این رو بلند برداشتن سطح دانش در بین جوانان یکی از راه‌های پیشگیری این است. گفتند در کمیته بلند برداشتن سطح معلومات و دانستن زبان روسی در بین جوانان تاجیک در حال است که اکثریت ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان که خواهش در خارج تحصیل نمودن و دارند دانشگاه‌های روسیه را انتخاب می‌کنند. همچنین ضرورت بلند برداشتن درجه تعلیمی زبان روسی در تاجیکستان بارها از جانب بسیاری از کارشناسان اصرار کرده شده است، از جمله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در برآمدهای خود به این موضوع داخل کردند و نتیجه سازشنامه‌های حکومتی است که در سال 2021 در تاجیکستان ساختمان 5 مکتب با تعلیم روسی آغاز می‌گردد.
ادامه نشر خبری است. در تاجیکستان چند روز پی در پی یگان حادثه نوی سرایت کرونا ویروس کشف نشده است. خبر می‌دهد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری همین طور طبق معلومات تا به حالت شام دوشنبه 4 ژانویه سال روان در تاجیکستان شماره بیماران از اول پاندمی تقریبا 13300 حالت باقی ماندند. طبق معلومات ها از آغاز پاندمی 90 نفر بیماران از این سرایت فوت دیدند. اینچنین قید کرده می شود که در دوام یک شبانه روز 38 بیمار از کووید 19 شفا یافتند. همین طریق در این مدت 13018 نفر از ویروس کرونا تبابت یافتند که این بیش از 97% شماره عمومی سرایت یافتگان را در بر میگیرد. خاطررسان میکنیم که اولین حالت سرایت کرونا ویروس در تاجیکستان 3 اپریل ثبت شده است، اما تا آن وقت طلقه در جمهوری چاره‌های ضد اپیدمیکی اندیشیده شده بودند. از 20 مارس تاجیکستان مرزهایش را بست و ارتباط هوایی و زمینی با همه کشورها را به استثنای پروازهای صادراتی قطع کرده. چنین در جمهوری چهره استفاده حتمی نقاب‌های محافظت کننده جاری کرده شد. مکتب بچگان و دانشجویان به تعطیل غیر نوبتی فرستاده شدند و چاره‌های بی‌ضررگردانی در مقابل کرونا ویروس در همه مؤسسه و تشکیلات‌ها پرزور کرده شدند. آخرین خبرهای امروز است. مستقیما روی موج رادیو مهاجر. بانک ملی تاجیکستان معلومات را درباره قرب اسعار در جمهوری نو کرد. طبق نشان دهنده های بانک ملی این دفعه نیز افزایش یافتن یورو و روبل روسی به مشاهده می‌رسد. طبق قرب نشان داده بانک ملی $1 ایالات متحده آمریکا همچنان 11.30 سامانه را تشکیل می‌دهد و معتدل 100 را طی بیش از 2 هفته باز نگاه می‌دارد، اما یورو و روبل روسی باشد حالا هم در جهش هستند. طبق قرب امروزه 5 ژانویه معین کرده بانک ملی تاجیکستان 1 یورو 13.90 سامانه ارزش دارد. در دوام یک روز اخیر یورو 4 درم افزوده از 13.86 و 13.90 سامانه برابر گردید. همچنین بالاروی قرب روبل روسی نیز به مشاهده می‌رسد و حالت امروزه قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی هنوز هم در سطح بالا قرار دارد. طبق تابلوی الکترونی بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 153 سامانه عوض کرده می‌شود. بانک ملی کشور خود رسان می‌کند که همه عملیات‌های اسعاری باید در بانک‌ها، فیلیال‌ها، نقطه‌های مبادله اسعار و ترمینال‌ها انجام داده شوند و بیان کردن این طلبات‌ها جزای مأموری و جنایی را در پی دارند. تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان بود. مستقیما روی موج رادیو مهاجر. شماتون خوش باشد. با برنامه‌های دیگر رادیوی مهاجر بمانید.